استاد علی بیادر کلان ما بوده. علی هروغلو بیادر اصلی و سکه مزدویگو. چی؟ سیفدا اینقدر خوش هستم که برات هیچ گفته نمیتونم. سالا بود که خالیگاهی بسیار بزرگ در قلبم بود. یک زخمی بود که هیچ خوب نمیشد. اما وقتی بیادرم از آغوش گرفتم کلش خوب شد. 1000 بار شکر. 1000 بار شکر خداوندا. تو چقدر بزرگ هستی. علی هر چیزا که ناتکمیل حس میکردی خلاص شد. حالا هم بیادر تو هم بچه در پیش چشمت از خدا را شکر. و تو هم یک دقیقه پیلوت بگو چشمابی هروغلوی ما بگو. پیلوت بیادر همراه دویگو خار یک جا هستی؟ یعنی خیرات که داده بودیم او قبول شده نه؟ شد بچیم والله که شد. به خدا که شد. تمام دعاهای ما قبول کرد خداوند. میفهمی تو چقدر یک آدم پاک دل هستی. نه که قاتل پدرتان پیدا کردی؟ نه بچه مونه لالای کلان ما پیدا کردیم. لالای ما. گفتی لالای تا؟ بله. خوب وقتی بدت بیادر گم کرده بودی که ما یک جای میپولیدی شور خوب پیدا کرده بودیم نه؟ بچه موره نه لالای ما پیدا کردم بچه. لالای اصلی و سکه ما پیدا کردیم. لالای ما علی هروغلو بوده. میفهمی؟ تو امو سلیمان هستی که ملا صاحب سلام میشه میپالیش امو هستی؟ کاملا خودم هستم. ملا صاحب حتما زیاد خوش شده. ما هم زیاد خوش شدم. پیلوت بیاده خدا را ایلاکو بعد از بچه ایلاکو چی میکنی؟ او گارم کردی ایلاکو بعد از بیخی کنه مردم سعی میکنن. همیال زیاد خوش هسته. ایلاکو بچه هر وقت که خوشوی همه قسم مر دعوا بلند میکنی پایین که دیگه بیخی سرم دور میخوره. زیاد خوش شدم پیلوت بیادر. زیاد خوش شدم. ما میری میگم با کلگی میگم. ای خدای مهربان. کجا بودی؟ کجا رفته بودی؟ برات گفته بودم یک کم بودی ماندم تو نیست؟ بله. او کم بودی را مکمل ساختم. به تو گفته بودم که خانمم خود شدی اما به خاطر تکمیل ساختن گپم یک چله کم بود داشتم. علی سیفدای با وجودی همه سختی ها، با وجود مامانیتی که در بین ما بود، در مقابلت آدمی است که از دوست داشتنت یک لحظه منصرف نشده. سیفدایم امروز روز خوشم است. بیادر ما پیدا کردم. بچه‌ام همراهیم است.
دختره را که دوست داشتم بجز عروسی کردن که تو دیگه هیچ حسرت در دلم نمونده. به نظر من دیگه وقتش رسیده. این دفعه واقعا همراه من عروسی میکنی؟ دوست دارم علی، اونقدر زیاد دوستت دارم که حد و اندازه‌ش برات گفتن نمیتونم. زیاد دوستت دارم، زیاد دوستت دارم، زیاد دوستت دارم، زیاد دوستت دارم علی. محبت ما با کلمات زیبا و جملات زیبا ضرورت نداره. عشق ما فقط با زبانی که درک میکنیم ضرورت داره، با محبتی که در چشمایت هست ضرورت داره. و بدون چشمای تو من دیگه هیچ چیز را دیده نمیتونم. اسلم دخترم علی جان اگه همه قسم بانیم خو نمیشه، به خاطر که مریض است به طویق انداختیمش، اما وقتش رسیده. مادر جان چی یک نظر خوبه دادی ها؟ بله ببین ای خوش علی هم میایه. در او صورت در جایی که سبیه سنتی نواسی خود گرفته ما اونجا را تنظیم میکنیم. نه اونجا نه، باید در منطقه باشه و هم هر چی زودتر دمی منطقه خود ما باشه تا که بفهمن ما یک خانواده هستیم و ایران بفهمن که ما کی هستم. مادر آی دختر قندم، ده چی فکر هستی؟ حتما باید ده چشم او دختر خود بزنی. امیره میخوایی؟ چرای تو میکنی دخترم؟ چرا؟ ده قصه او دختر دیگه نباش. آی مادر تو نمیخوایی که علی جان خوش باشه ها؟ خوشی علی جانم وابسته به ای است که ما و علی با هم باشیم. دزم ای بهترین فرصت از برای علی که از او دختر دور شوه. راست نمیگم مادر؟ ما دیگه میرم، اگه نی باز پدرم قار میشه. حالا فهمید که استاد علی بیادرم است نه؟ شاید علی هان پدرم هم نرم شده باشه. چی میگی دوگو؟ تو حال پدر مربان پیش بیادرت برو با بیادر زادت وقت تا تیر کو. درست است؟ وقت با خنده طرف چشمایت سیل میکنم قدر خوش میشم که نگو. های دیدن چشمای آبی تو همیشه وقت مرا دیوانه میسازه. حالا دیگه من میرم، باز میبینیم. والا با شریک ساختن خوشی زیادتر میشه. ودتم حق تو هم از بچم کی رو بفهمی. تو باید حال پیش ما باشی. شماره مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. آه ودتم کجاستی تو؟ دیگه وقت که ضرورت نیست 100 دفعه برم زنگ میزنی که کجاستی. حال وقتی میخوایم خوشی ممرو شریک کنم گم هستی. حالا دیگه سلیمان هروغلو هستم. ای قدر انگشتر دستت سیل نکو سیفدای مگنی میفتی. آی چطور سیل نکنم علی؟ اولین انگشتری را که برم داده بودی در وقت جدایی ما حتی از کلکم نکشیده بودم.
وقتی فکر کردم دیگه خلاص شده او وقت دریا انداختمش، چون او وقتی چه امیدی دیگه برام نمانده بود. دو صورت دیگه ای کارا نکنی، به خاطر که با تو نمیتونم هر روز یک انگشتر بگیرم. کالی بیبی هم بازم او انگشتری در کلکم است که تو برم گرفتی. ایره تا آخر عمرت از کلکت نمیکشی، فهمیدی؟ وعده است تا آخر عمرم از کلکم نمیکشمش. با ازلم هم با او چی قسم توضیح میدی که میخوایی ما روستی کنیم؟ تو دی باره فکر نکن سیف دایم. برش میگم در وقت مناسبش میگم او هم درک خواد کرد. میگی درک خواد کرد؟ به ما تو معلوم میشه که فقط به تو نظر داشته باشه علی. گپ های ناق نزن، تو یک چیز نیست. این گپ ها رو تو از کجا میکشی؟ حس میکنم که به تو بخیلی میکنه. ما با او میگم و او هم درک میکنه، فهمیدی؟ خواهر جان، زینب نیست. چطور نیست؟ هیچ کس در خانه شان نیست. زینب با قرطت تا نفرشون اونجا نیستن. خواهر جان، موبایل زینب خاموش است، نمیتونم امرش تماس بگیرم. هر وقت کرجا میرفت مرا میگفت اما نگفت کدام بلا سرش نماده باشه. خواهر باور که او زیاد مریض است. سینان یک دقیقه آرام باش، تشویش نکو، پدرش همراهش است. بیادر آقا کورتم خود گم است نه؟ سعیس ببین من اونا را پیدا میکنم، وقت پیدایشون کردم برات زنگ میزنم. تو خانه برو، درست است؟ امی که پیداش کردی برام خبر میتینه؟ سعیس سینان سعیس گفت خبر میته ها. تو خانه برو جان خوال لطفا. من بیازو میامدم، درست است؟ حالا آرام باش. درست است خواهرم. اما چیزی است که من فکر میکنم. فکر کنم اما درست. آقا کورت میفهمه که ما خبر شدیم. خیالت چی میکنی علی؟ او را پیدا میکنم و کار را که کده حسابش پرسان میکنم. اکرم بیبی پیشتر سرم چیغ زدی اما خیره. ما که تو هیچ غرض ندارم. بیبی حسابی کارایتم ازت نمیپرسم، با والله که نمیپرسم. حال مربان که برم بیادر. اکرم بیبی ما ده بسته عمرم به خاطر امروز زندگی کردم بیادر. ما قاتل پدرم پیدا کردم، حالی مربان که برم انتقام ارنیکوره از او بگیرم. بیبی بچیم بعدش میفهمی. هرچی خواستی ده حقم بکن، با مر میبزن. اما اول بان که برم جانو ولی هروغلو را بگیرم. بچیم حالا لطفا حالا. متاسف هستم بدت، تا یک مدت باید همینجا باشی. بسیار میبخشی. یعنی چی که باید اینجا باشم؟ بچه ما تو را چی میگم ها؟ برات میگم قاتل پدر ما پیدا کردیم. نرو بیادر، لطفا دستای ما را واسکو لطفا. ما برای چی میگم حالا؟ اکرم بچیم هیچ کس نمیتونه مانع ما شوه که انتقام پدر ما نگیرم، فهمیدی؟ خوش آمدی علی. خوش باشی پدر. اوپا شیر بچیم، چطور هستی بچیم؟ پدر قرار است مثل نچو. پس چطور است؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ راستش مادرم منتظری بود که علی جان صحتمند شوه، باز سنتش میکنیم. از این خاطر قسم میگه. ما هم فکر کردم این بهترین فرصت است. چطور است که کار کنیم؟ این بهترین وقت است برای بچیم. از وقتش هم تیر شده. فکر خوبه کردین خانم نیلوفر. زنده باشی بچیم. پس نظر تو می است که هر چیزو تری کار کنیم نی؟ البته باید کنیم. در ضمن یک محفل سنتی میگیریم که لایق بچه پادشاه باشه و کلگی توفه بیاره. توفه میارن؟ بله، تنها توفه خونه، دلقه کاشو بده بازا دول و سرنی هرچی که تو بخوایی برات میارم. زنده باد. من شعبده باز میخوایم که از کالاش تیاره بکشه. تیاره؟ اگه خرگوش باشه نمیشه؟ برای چی؟ من تیاره میخوایم، خرگوش نمیخوایم. من تیاره زیاد خوش دارم. تیاره بکشه.
طرف کاکایت رفتی. علی کدام چیز شده؟ نه یعنی اشتباه درک نکنم. از یه وقت شده بود که تو را با این چهره خندان ندیده بودم از خاطر. بله ها شده وزلم بسیار یک اتفاق خوب افتیده. بیادر ما پیدا کردم. تو راست میگی؟ ناشتا کده پیش مادرم میرم. خانرام به شما هر دو میمانم. سیفدا بگو چی شده دخترم؟ بدونی که یک خدافیزی کنه چرا او دختر از اینجا رفت؟ چون که سرم کار شده. ما با هم جنگ کردیم. سیفدا دخترم، او دختر دروازه خانه خود به ما باز کرد. او بهترین دوست تو است. تو چرا امرش جنگ کردی ها؟ مادر چیزایی است که شما نمیفهمید. دکتر به خاطر پول به اویگار کمک میکرد. چی؟ ای تو چی میگی دختر؟ زیاد خوش شدم علی. به خاطر پیدا کردن بیادرت تو چقدر زحمت کشیدی. امیدوار هستم دیگه هیچ وقت جدا نشین. زنده باشی وزلم. چشمایت روشن علی. باور کن مام زیاد خوش شدم که بیادرت پیدا کردی. زنده باشین. خداوند کمتان نکنه. پدر. بله بگو جان پدر. شما بیادرم دارین؟ بله ما یک تا بیادرم دارم و ای به ایمان است که تو هم یک دانه کاکا داری. اما خوشخبری اصلی را برات بگویم. کاکای تا مثل تو عاشق تیاره است. من میبینم. باش بچیم. سلیمان بیادر ببینه چطور گپ بیادرم گوش میکنم. گفتی برو به دویگو بگو باز بیا. ما هم رفتم زود گفتم آمدم. آفرین به تو. بیا دیگه داخل بیا. راستش بیادرزادم یعنی علی جان، یعنی برای او گفتی که من کاکایش هستم؟ تو داخل بیا باز خودت میفهمی. بیا حالا بیا دیگه. خوش آمدی پیلوت. آی یعنی سلیمان. خوش باشین خانم مظلم. خواهر خوش باشین. یعنی علی پشتو بیادره که سالها میگشت تو بودی ها؟ هیچ نپرس. بیا بشین. ایره میفهمی که بیادرت پشت تو زیاد گشت؟ سالها روزها کلاوش و فکرش به طرف تو بود بچیم. یک کره برفی داشت. هیچ کس نمیمان که به او دست بزنه. چشمای هر دویتان روشن اولادایم. زنده باشین. بسیار زیاد تشکر نیلوفر مادر. یعنی به خاطر مادر میگم که ده حضرت مادر هستم نی. اگه نی ماشاءالله فقط که خواهر کلان دخترتون باشین. تو چقدر مقبول و شیرین گپ میزنی بچیم. تو واقعا مطمئن استی که علی بیادرت از بچیم؟ علی جان به من خوش آمدی دام نمیگی ها؟ بیا. شما کاکای من میشین؟ چی گفتی؟ یک دفعه دگان برام بگو چی گفتی؟ کاکا. تو چند تا کاکا داری؟ بچیم به چی فکر میکنی؟ تو یک کاکای کاکا داری فهمیدی؟ یک ماچ کمره؟ بچیم بگو کاکا که بشنو. کاکا. اوی من قربانی زبانت شم.
کاکا صدقیت کاکایت صدقیت شوه کاکایت بخورید. زبیده خواهر بگی شیرینی بگی ملا صاحب به بیادره گم شده خود رسیده. اشتکا شیرینی بگیرین بگیرین دادیستم جای نمیشه. اما تو چرا اینا رو تقسیم میکنی کاکا خدا؟ از خوشی فخری از خوشی تقسیم میکنم. آسنات خواهر من براتون خوشخبری دارم. آسنات خواهر بشنوین ملا صاحب بیادر خدا پیدا کرده بگیرین شیرینی بگیرین. کاکا جان تو هم مثل پدرم قهرمان هستی؟ او هم چیه قهرمانه؟ یک کالای قهرمانیم کم است. ما هم کالای قهرمانی میپوشم سنت میشم کاکا. حالا دیگه چی میگی تو رو والا راست میگی؟ البته تو هم به سنتی من میایی کاکا. البته که میایه. حتی کل مسئولیت هارم تو میگیری. راست میگی؟ البته دیگه وقت کاکاش باشه دیگه کی مسئولیت بگیره؟ مسئولیت دار یعنی چی کاکا؟ مسئولیت دار یعنی چیز؟ او آدمی که هر خواست تو را پورا کنه یعنی مسئولیتش همی است که به کل خوشی های تو برسه. او را میگم. تو بسیار بچه مزاقی هستی. این گپار از کجا یاد میگیری؟ عمرت دراز باشه بچه. ای عمرت 1000 ساله شوه. عنایت بفرمایین نیلوفر مادر. انشاءالله از کل ما هر چی که بخوایم اما تو میکنی. البته بخوای از من هر چی که میخوای. نمیفهمم چی بخوایم. نمیفهمم. موتر میخوای موتر میتم. تیاره بخوای تیاره میتم. تیاره میتی؟ چرا؟ نه که تو تیاره را خوش نداری؟ واقعا میتونم تیاره داشته باشم که این قسم پرواز کنه قماندانی باشه؟ البته بچم. میبخشین. البته حتی میفهمی من میخواستم تو را به رستوران تیاره ببرم اما بستیش کردن. خیر است یک روز خواد بردمت. برای تو آدم تم صرف به خاطر تو اونجا رواز میکنم. تو رستوران تیاره شکل داشتی؟ بله داخل تیاره واقعی اما پرواز نمیکنه. دیگه کل چیزش همونطور است. مرم اونجا میبری کاکا؟ تو تیاره را خوش داری؟ بله. بیادر ای کاملا مثل ماست. والله ای طرف ما رفته. حالا فهمیدم که چرا نامتانه پیلوت مندین. من میبینم. پیوند داشتن چقدر یک چیز خوب است نه؟ بغل کردن یک قسم بیادرزاده، داشتن دروازه به خاطر تک تک کردن، داشتن یک بیادر مثل تو چقدر خوشایند است. ملا صاحب از این که شما و بیادرتان یک جای میبینم زیاد خوشحال میشم. باور کنین این گریانم گرفت. زنده باشی خدا داد زنده باشی. ملا صاحب من برات گفته بودم که پیلوت بیادر امکان داره بیادرت باشه. براستی گفته بودی ببین خداوند ما را به هم رساند. بچه میش طرف من یا به خاطر که مرا بغل کرده بودی نوبت من خلاص شده. آی صبر کو بچیم صبر کو. خدایا شکر. کمرم گل کنی. زیاد خوشحال هستم. ای کمرم. خاله جان بیشتر. مادر جان خوب هستی؟ کمرم ها گل کن. مادر جان خوب هستی بابا؟ های الان باورم نمیشه. یعنی اگه 40 سالم فکرش هم یکدم در ذهنم نمیامد. یعنی پیلوت بیادر استاد علی است. یعنی بیادر ها هستن ها. این کار خدا را بیبی. یعنی اما ترس. بله اگه اینا در طفولیت هیچ وقت از هم جدا نمی شدن حال پیلوت هم قسم یک زندگی خراب نمی داشت. همه تو نیست. یعنی امکان داشت و مثل استاد علی یک زندگی محترمانه داشته باشه. فکرش کو. یعنی من همیشه میگم شرایط باعث شده که در کارهای خلاف دست بزنه. مجبور شده. اگر نیت پیلوت مثل استاد علی کاملا پاک است. دویگو دخترم هر قدر میخوایی پاک باشه. ای تو یک کار است وقتی یک بار در محیطش داخل شوی آینده خون انسان داخل میشه. از او خاطر از پیلوت هیچ چیز جور نمیشه. چی بگویم؟ زیاده دلم شیشتی بچیم. علی جان از که مثل تو کاکا داره زیاد خوش چانس است. خیر ببینین او چانس از مادر کلانش شروع شده ماشاءالله. بازم میبینیم. حالا بیا
بیا بچه گلم. بیا ما بعد رقیب میکنم. روزتان خوش. زنده باشین. مولا صاحب ما هم کارای قرچ علی جان حل میکنم. سیس میشه بگو کل مردم منطقه در محفل سنتی بچه‌ام دعوت هستن، خصوصا خودت. سیس مولا صاحب هیچ تشویش نکنی. پدر ما میتونم که خدا داد بیادر برم؟ بیا مولا صاحب محفل خودش هم خبر بده. سیس خوب گپ است. حالا پس برو دیگه. حالا بیا که مجم پرتا بپوشانم. اما خدا داد متوجهش باشی. هیچ تشویش نکنیم. بیادر امی رابطه تو امرای ازلم چی هست؟ ما بیخی حیران ماندیم به او خواهر بگویم ینگه بگویم چی بگویم؟ آی چرا حیران بانی؟ ازلم زن سابقم از دیگه. بیا. یعنی میگه که از مرا ینگه سابقم است. همه طور است. خوب فهمیدم. فقط یک گپ بگویم این خوشوی سابقت کس نه، بسیار آدم خوب است، مثل فرشته است. من زیاد خوشم آمد از یادم. والا اولین بارم است که میبینم خانم نیلوفر با کسی که نواشنا شده اینقدر گرم رویه کنه. زود در دلش جای گرفتی بچیم. بیادر یک گپ میفهمی؟ تنها در دل علیحان پدر جای نمیگیرم. ما او دویگو حال پت هم دیگر میبینیم. دل و آدمش نرم نمیشه. تو صبر کن، ما بازم که تکاک علیحان گپ میزنم. فقط اول ما تو سیفدا و دویگو امشب بنان خوردن بریم. به هدف تجلیل کردن چی میفهمی؟ ها والا عالی میشه. ما اگه علیحان پدر بشنوه در زندگی اجازه نمیده. سیس ما غمشم میخورم. تو این کاره با بیادرت بان حلش میکنی؟ خیر ببینی در او صورت خیلی به رستورانت پایین میریم. ما سفارش میتون. سیس اما چه قسم حلش میکنی؟ حتی اگه بیادرت هم باشم علیحان پدر مرغش یک لنگ داره، قبول نمیکنه. به یک شکل حلش میکنم. تو دیگه به بیادرت اعتماد کن. خیر ببینی شعر هستی شعر. والله نه. یعنی حال علی میخواه که زود امرای تروسی کنه. اما ترس بله میگه زیاد وقت زایی نسازی مادر. اما در خانش حالم زن سابقش است. او را چطور میکنه ها؟ علی که تو ازلم گپ میزنه. این موضوع را حتما حل میکنه مادر. سفدا به نظر من تو بازم پیش از پیش خوش نباش دخترم. او زن هر وقت که از خانش رفت باز او وقت میتونی که خیالات عروسی را در ذهنت جای بتی دخترم. مادر علی به وعدش عمل میکنه. باز میبینیم. خدا کنه همه قسم شوه. هم بالاخره عروسی میکنیم علی. علی صبح شو خواهر جان. روزتان بخیر. خسته نباشی. زنده باش. سیفدا خوش آمدی. خوش باشی. خوش آمدی دخترم. شفا باشه. پشت کدام دوا آمدی چطور؟ نه ده اصل پشت دوانی. پشت دویگو آمده بودم. البته اگه اجازه شما باشه کاکا جان. دویگو را چی کار داری؟ راستش توکچه قرار است که مادرش خارج از کشور برنی؟ اما شما خو در خانه اومی بودین. حال چی میکنین؟ نه ما با بودن ادامه میتیم. البته کرایش میپردازیم. ما میخواستم با توکچه یک مفلک خورد به خاطر تشکر کردن بگیرم. کل دخترها یک جای. با توکچه؟ بله. کل دخترها مام؟ بله تو میایی که بخیر پرواز دارد توکچه. کارت دارم. بله. خب کاکا علیحان جان شما چی میگین؟ هم بیاسته در بین خود ماست. در بین ما دخترها یک محفل خورترک. سیفدا چی کده باشه؟ اگه آقا علیحان با فاما و دویگو را در وضعیت بد قرار بده؟ تو میشه چند دقیقه آرام باشی. سیفدا حلش میکنه. تو تشویش نکن.
ای بیادر زاده است. همونطور نیست؟ ای سلیمان است نه؟ بله. والا بیچارگک. این قسم یک انسان پست چه قسم میتونه جان یک طفل بگیره؟ ها؟ این خوبی بی غیرتی مطلق است. بیادر میفهمی؟ اگه تو انتقامت امو وقت نمیگرفتی، اگه او آدم در دست من میدادی، میفهمی؟ او را شکنجه کده از زنده بودن پشیمانش میکدم. بازم دلت خو یخ نمیکد. کسی را که از دست بتی پس نمیه. یخ میکد بیادر، یخ میکد. دندان به دندان، خون به خون. ما ای گپ الگو گرفته همه قسم زندگی میکنم. از پدرم، یعنی اگه قاتل پدرم پیدا کنیم باز میفهمی دیگه. یک مرمی در مغزش میزنم تا باد شود. بازم او وقت قسم میخورم. دل ما او زمان یک خاط کت، میفهمی؟ کسی را که تو پدر میگی نامش چی بود؟ میگفتی کسی است که کل مردم او را میشناسن. نامش چی بود؟ میشناختن کلگی مردم او را میشناخت. حتی تو هم شاید نامش شنیده باشی. نام پدرم ارکین بود. نام دیگهش ارنیکو. سلیمان بچیم، بیادرم. سلیمان بچیم ما کشتی. تو هم باید از بین بری. تو از بچیم چی میخواستی؟ یک بار قاتل پدرم پیدا کنم باز میفهمی. سلیمان بچیم، سلیمان کشتی. سلیمان بچیم، بچیم چرا کشتی؟ بیادرم هستی. سلیمان از بچیم چی میخواستی؟ چرا؟ گفتی ارنیکو؟ که از پرورشگاه فرار کرد پیش ارنیکو رفت. هر کسی معلومات خبر داده کاملا اشتباس علی. سلیمان اگر پیش ارنیکو کار میکرد باز از این موضوع من خبر میشدم. بله ارنیکو کسی که مرا از سرک جمع کرد. سلیمان بچیم، کسی که مرا کلان کرده تا این سن رسان. سلیمان کسی که در بین اولادایش هیچ فرق نماند. نامش ارنیکو بود. در اصل ما و وداد به خاطر گرفتن انتقام او قسم خوردیم. حالی هم پیداش نتونستیم. اما یک روز 100% او احمق پیدا میکنم. سلیمان بیادرم. بیادر در ضمن ما سلیمان با وی در تیره نگفتیم که تو را پیدا کردیم. سلیمان از صبح تا حال زنگ میزنم اما تلفنش خاموش است. ما یک دفعه برم ببینم که آدم در کجاست. خداحافظت فعلا. بیادر خانه ساختی نه دوی گوره؟ یک دانه هستی بیادر. شام دنان منتظرت می باشم. خداحافظ بچه. سلیمان
نام دیگهش بچه ارنیکو بود. بچه ما کشتن، دندان به دندان، خون به خون. ما و ودت به خاطر گرفتن انتقام قسم خورده. بیادرم حالی هم پیداش نتونستیم، اما یک روز 100% پیداش میکنم و احمق. پیلوت رفت چطور؟ علی خوب هستی؟ علی کجا میری؟ آی علی کجا میری؟ خداوندا خودت کمکم کن. دیگه طاقت ندارم، برم دیگه صبر نمونده. خدایا صبرم دیگه لبریز شده، برم صبر بتی خداوندا. بیادرم بچه من کشتی. نامش ارنیکو بود، دندان به دندان، خون به خون. به خاطر گرفتن انتقام و قسم خوردیم. بیادرم حالی هم پیدایش نکده، اما یک روز 100% پیدا میکنم و احمقه. آقا کرد، دلیل کل چیزا فقط خودت هستی. کلش به خاطر تو هست. تا بدیلش نپردازی فکر کردی میتونی از دست ما فرار کنی؟ علی موفق شدم. از کاکا علی هانتاریستم اجازه بگیرم. پس تو چقدر خوب. تو را چی شده علی؟ چیز نشدیم. چند موبایل جور کردم، از او خاطر سرم فشار آمد. علی کم چیزا را خود تجربه نکدینی، اما کلش مگذره به ما باور کو. زندگی ما قدر خوب خود شد که نه مشکل خود بود و نه کدام حادثی. حتی امکان داره زندگی آرام و خسته شوی. ودت کجاستی بچه؟ ودت بیاترکم. تو کجا هستی بچم؟ در بهترین روزم تو در پیش من نیستی. بچه مگه روز خوش همراه تو شریک نسازم، با کی شریک بسازم؟ شماره مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً با تماس شوید. خدای نخواسته سریع کدام بلایی نامده باشه. اکرم، ودت کجاست؟ تلفنش هم خاموش است. ندوین بس از دیگه. مانده شدم. بفرما بچه. تو بفرما خاله نریمان. دیگه سبا در منطقه ما محفل سنتی بچه ملا صاحب است. بفرمایین بیاین. آرسی بچه استاد علی از گفتی، اما او خانوز خورده است. خاله نریمان نمیشنوه. کاکا خدا داد کمی چیخ بزن. محفل سنتی است، محفل سنتی. دیگه سبا باز بیاین خو. اما من خو کر نیستم. قچیق نزن. دیگه سبا باز میایم. برو دیگه برو. من به خانه او طرف خبر دادم. خدا داد
سعیس ما میرم او خانه او طرف کس ازگی ازگی بگو خدا داد ازگی محفل سنتی بچه مولا صاحب است دیگه سباده منطقه تو هم بیا پس تو البته که میایم ازگی بله